سلام، الکس هستم. خیلی خوشبختم. امشب من میخوام درباره دو موضوع حرف بزنم. یکی از این بلای دینه و یکی از این رئیس خاتمیه. خب پس بعد از بلای دین رو خوندم و بعد از ویدیوی لارا رو دیدم، من فکر میکردم که اعتقادهای آقای دورخایم خیلی جالب بودند. چون یکی از اعتقاد اصلیش این بود که دین ایجاد شد برای احساسهای معتدل توی جامعه رو پشتیبانی میکنه یا ایجاد بکنه. و بعد از اینو دیدم من نفهمیدم، چون هر وقتا که دین توی جامعه رو میبینم، نقشی دین اینه که معتدل رو پیشگیری کنه. پس نفهمیدم، مخصوصا چون در هر جامعه چندین دین‌های مختلفی وجود دارند. همون توی کشور مثل ایران وقتی یه دین اصلی هست، هنوز چندین دین‌ها توی اونجا وجود دارند. مسیحیان هستند، یهودیان هستند، زرتشتیان هستند و چیزهای مختلفی. پس نفهمیدم، ولی یادم هست که ترم آخر من درباره رئیس خاتمی یاد گرفتم و او اصلاح طلب بود و یکی از باورش این بود که او میخواست یه دولت دموکراتیک هم دینی داشته باشه. و وقتی ازش یاد گرفتم آخر ترم، من اینو نفهمیدم چطور یه دولت میتونه دینی هم دموکراتیک بشه. ولی فکر میکنم که شاید باور خاتمی حل مشکل باور آقای دورخیمه. یعنی که مشکل بزرگترین باور دورخیم این است که وقتی دین برای احساسهای معتدل ایجاد میکنه را استفاده میکنه، معمولاً عقلیاتان رو یه صدا رو ندارند. یعنی که کسانی که توی دین‌های کوچکتر یه صدا توی دولتش ندارند. ولی اگر یه دولت دموکراتیک هم دینی هست، میتونه احساسهای معتدل رو پشتیبانی میکنه و میتونه یه صدا به عقلیاتان را بده. پس من فکر میکردم که این خیلی جالب بود و وقتی بیشتر درباره‌اش فکر میکردم، فکر میکنم که شاید خاتمی یه دولت مثل دولت لبنان میخواست یا چیزی مثل این، چون فکر میکنم که لبنان مثل یه دولت مثل دموکراتیک هست و حتما دینیه. پس من فکر میکردم که هر دوی این موضوع خیلی جالب بودند، مخصوصا وقتی اونا را با هم اضافه میکنند. بله، اون فکرهایم. خداحافظ، تا فردا.